دختری میخواد بره خونه بخت، آرزوش اینه بابا کنارش باشه، دست نوازشه بابا رو سرش باشه. اما بابا به خدا قسم با هزاران امید آرزو از دنیا رفتی، یقینا آرزو داشتی شب عروسی دخترت ببینی بابا، یقینا آرزو داشتی خودت دخترتو به خانه بخت بفرستی بابا. اما یه اجل به تو مهلت نداد، یه اجل تو رو در سن سال جوانی از عزیز جدا کرد بابا خبر داری الان 10 سال بابا غروب پنجشنبه به جمعه میام کنار قبر تو می نشینم بابا، درد دل میکنم بابا، میگم بابا خبر از مادر غریبم داری یا نه بابا صادق جان، میدونی بابا دمادم غروب آفتاب که میشه همه پدرها میان به خانه برمیگردن، من و مادرم خیلی از روزا بابا دمادم غروب آفتاب این نگاه ما به در بوده، الان بابا صادق جان من میاد. اما هر چقدر انتظار کشیدم فایده ای نداشت بابا جونم. حالا همسر داغ دیدش چی میگه؟ خواهر من بگو صادق جان، معمولا هر زن و شوهری که پای صفحه یخ میشینن یه عهد و پیمانی رو با هم میبندن، خانم میگه با لباس سفید میام تو خونت، با لباس سفید از خونت بیرون میرم، همسر میگه سایبان زندگیت میشم، پدر خوبی برا بچه‌هات میشم. اما این 10 سال قبل تمام آرزوهای صادق عادیزاده برباد رفت، یقینا میگه همسرم دیگه منو ببخش، دیگه منو حلال کن، اگه نتونستم برای یه دونه دخترم پدری کنم دیگه منو ببخش، دیگه از من راضی باش، دیگه دیدار ما به روز قیامت افتاد. لا اله الا الله، الله اکبر. زبان حال عزیزانشو گفتم پدر و مادرش هم حضور دارن. آی مادر داغ دیده ساده، میگن دو تا داغ تو دنیا نظیر نداره،